سلام و درود، خوش اومد به کانال لاستین سیکرتس و یه ویدیو داستانی و هیجان انگیز دیگه با ما. امیدوارم لذت کافی ازش ببرید. خب ما میخوایم شروع کنیم بررسی دنیای راستی لیک و بازی‌های مرموز و جذابش رو. تو این ویدیو میخوایم نگاهی بکنیم به تاریخچه بازی‌های اون و همچنین تاریخ انتشارشون. با ما همراه باشید. خیلی‌ها فکر میکنن که کار راستی لیک از سال 2015 شروع شده، در حالی که بازی اول این مجموعه در سال 2013 به نام سامسارا رومه که خیلی جذابه و در سال 2020 نسخه ریمستر این بازی منتشر شد که از نسخه اورجینال خیلی معروف‌تره و طرفداران زیادی داره. سال 2015 لحظه استارت کالکشن کیوب اسکیپ بود که با بازی دلیک شروع شد. 2 روز بعد بازی محبوب سیزن منتشر شد که تونست طرفداران بسیاری در بین بازی‌های مجموعه پیدا کنه. در ادامه بازی‌های آرلس، هاروی باکس، کیس 23، دمیل و البته بازی راستی لیک هتل منتشر شد. وقتی وارد سال 2016 شدیم، بازی برفدی و تئاتر منتشر شدند. در ادامه بازی راستی لیک روتس منتشر شد که یک بازی مهم در دنیای راستی لیک حساب میشه. در بازی راستی لیک روتس ما با خانواده مهم وندربوم، علل خصوص آلبرت و روز آشنا میشیم که نقش مهمی در این جهان ایفا میکنن. مأموریت ما در این بازی جمع‌آوری اعضای بدن این خانواده است که در نهایت باعث تولید یک اکسیر مهم میشه. در سال 2017 تک بازی دکی و کالکشن کیوب اسکیپ منتشر شد و در سال 2018 دو بازی مهم به نام پارادایس و پارادوکس به بازار اومدن. در ادامه در سال 2020 همونطور که توی اول ویدیو گفته شد، نسخه با کیفیت‌تری از بازی سامسارا روم منتشر شد. همچنین گروه راستی لیک با همکاری کمپانی سکند میز تونستن بازی جدیدی به نام The White Door بسازن و منتشر کنن. تو همون سال کمپانی راستی لیک تصمیم گرفت تمام بازی‌های کیوب اسکیپ رو به صورت کالکشن عرضه کنه که مورد استقبال هوادارانش قرار گرفت. وقتی که سال 2022 شد، این تیم تصمیم گرفت قدم پیشروی در عرصه گیم ها برداره و این موجب خلق بازی The Past Within شد. The Past Within یه بازی آفلاین و 2 نفر است که یک شخص در آینده و شخص دیگه در گذشته قرار داره. شما در اول بازی میتونید انتخاب کنید که کدوم یک از این اشخاص هستید. بازی جالبیه. نوبت سال 2023 و انتشار 17مین بازی راستی لیکه. این بازی جزء بازی پریمیوم حساب میشه و فقط نسخه لایت اون رایگانه که نسخه کاملی نیست. فضای این بازی در ایستگاه مترو هست و جابجایی بین ایستگاه باعث جذابیت بسیار بازی میشه. اسم این بازی جذاب آندرگراند بلاسومه. البته بازی‌های هتل، روتس، پارادایس، وایت دور و دپس ویدین هم نسخه کاملشون رایگان نیست. جدیدترین و آخرین بازی راستی لیک که به مناسبت 10 سالگیشون منتشر شده، The Mr. Rabbit Magic Show نام داره که همین امسال یعنی سال 2025 منتشر شده. این بازی در ابتدا خیلی ساده به نظر میرسه، اما این همه ماجرا نیست. از نظر بررسی‌های کلی، کیوب اسکیپ آرلس هیچ ربطی به بقیه بازی‌های راستی لیک نداره و درباره زندگی وینسنت ون گوگ نقاش معروفه. با توجه به خط داستانی مجموعه راستی لیک، بازی پارادایس که در سال 1796 اتفاق میفته قدیمی ترین و بازی مستر ربیت که در سال 2025 اتفاق میفته جدیدترین محسوب میشه. خب گایز، رسیدیم به آخر ویدیو. امیدوارم دوستش داشته باشین. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.